اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای من و شما نصیب گردانده است که از این لحظه های نورانی ماه شریف رمضان الحمدلله که استفاده میبریم. این ماه نور و این دهه رحمت را برای همه شما تبریک و مبارکباد میگویم. از خداوند عاجزانه مسئلت دارم، بار الها پروردگارا، در دوام این 10 روز رحمت تمام عالم اسلام و خصوصا مردم شریف تاجیکستان و مردم مهاجر و مسافر برادران عزیز ما را از رحمت خود سیراب بگردان. پروردگار بار الها این دهه رحمت را برای ما دهه نجات یافتن از این رنج و مشقت و مشکلی و وباها بگردان. پروردگار بار الها در دوام این ماه ما را مغفرت از گناه و نجات یافتن از آتش جهنم و دوزخ را نصیب بگردان. پروردگار تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را از این بلاها و آفتها، مصیبتها و مشقتها در حفظ امانت نگه بدار. به فرزندان را فرزند صالح عطا بفرما. قرضدارا را از حالت قرضداری نجات بده. محبوسها و زندانیا را آزادی نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهای ما را در پرده حیای خود مستور بگردان. پروردگار بار الها اون برادرهایی که بارها از ما دعا میپرسند، هر امید و آرزو، مراد و مقصد داشته باشند به مراد و مقصد برسان. پروردگار بار الها اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم البته در جواب سوالهای هست که برادران عزیز ما برای ما فرستاده اند. ان شاء الله رب العالمین اون سوالهای برادرها را بیگاه جواب اونها را میگردانیم. برادر عزیز از ما سوال کرده است که السلام علیکم داملای محترم، میخواهم درباره فضیلت و ثواب مؤذنی یک چیزی بگویید که آیا مؤذنی یعنی اذان گفتن چی فضیلت و چی ثواب دارد؟ برادران عزیز، البته اذان این خودش ندا هست، دعوت مردم به سوی عبادت و بندگی پروردگار است. اذان خود سراسر ذکر هست، البته ثواب زیاد دارد. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم روایت کرده اند از حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه می فرمایند که پیغمبر بزرگوار فرموده اند که المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه. تن مؤذن ها از همه گردنی بلندترین در روز قیامت دارند. یعنی مؤذن ها شخصیت های هستند که از همه سربلندترین شخصیت ها در روز قیامت به شمار می روند، یعنی به حساب می روند. یعنی شخصیت هایی که امروز یعنی وظیفه مؤذنی دارند، مردم به سوی نماز، به سوی عبادت و بندگی دعوت می کنند، اونها در روز قیامت خیلی سری بلند یعنی گردنی بلند دارند. خداوند برای اونها بسیار عزت زیاد در روز قیامت می بخشیده است. در روایت دیگر که این حدیث بخاری روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرمایند که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستهموا علیه لاستهموا. گفتند اگر مردم می دانستند که یعنی در اذان گفتن و در صف اول چی ثواب است، نمی یافتی مگر اینکه اونها چقدر حرکت میکردن، سعی کوشش و تلاش میکردن، حتی قرعه اندازی میکردن تا اینکه از این ثواب بهره ور شوند. یعنی مردم
اکثر مردم نمیدونن که در اذان گفتن یا اینکه در صف اول در یکم صف چی ثوابی بزرگ است. یعنی این خیلی ثوابی بزرگ داره. پیغمبر بزرگوار گفتن اگر مردم ثواب این نمیدونستن هر آینه برای اذان گفتن نوبت می ایستادن. قرعه گفته یعنی در یک کار چند نفر دعواگر میشه، بعد از آن نامهای اونها را نوشته میکنن، در یک جا میگذارن، یکی از کاغذها را میبردارن، نام کسی که برآمد یعنی او شخصیت اختیار میشه. پیغمبر بزرگوار گفتن اگر مردم میدونستن که اذان گفتن یعنی مؤذنی چی ثواب داره، هر آینه اونها قرعه اندازی میکردن، یعنی نوبت می ایستادن، همه غور میکردن، همه حرکت میکردن برای اذان گفتن و برای صف اول. در روایت دیگر که این حدیث هم بخاری روایت کرده است از حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه می فرمایند که اینی اراک تحب الغنم والبادیه فاذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعید سمعت من رسول الله صلی الله علیه و سلم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سوی حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمودند که ای ابو سعید، من میبینم که تو دوست میداری یعنی گوسفند چرانی را و در کوهستان و در بادیه ها گشتن. وقتی که تو در یعنی اون حالت بادیه باشی، یعنی در کوهستان باشی و در گوسفند چرانی باشی، چقدر صدا تا در اذان گفتن بلند کن، یعنی با صدای بلند اذان بگو، چون که وقتی که انسان اذان میگفته است صدای او یعنی جنها و انسانها و تمام یعنی هستی میشنیده است، سنگ و خاک و درخت و یعنی زراعت و همه صدای او را میشنیده است و در روز قیامت در نزد خداوند اونها یعنی گواهی میدادن، شاهدی میدادن که ای پروردگار، ما ندا و صدای این بنده تا شنیدیم که مردم به سوی عبادت و بندگی تو، به سوی نماز تو یعنی دعوت میکرد. این هم یک بشارت برای انسانهای مؤذن است. البته را ثواب زیاد دارم برادر عزیز بزرگوار مؤذنی. خب برادر دیگر سوال کرده است که السلام علیکم دام الله مهربان، من یک جوان کم بغل هستم، یک برادر دائما من را مذاق میکند. خب وی کمی دارنده است، میگوید که این لباس های تو را بین، این سر و دهن تو را بین، التماس درباره چنین شخصیت ها یک چیزی میگفتید. اکنون این برادر عزیزمون شکایت کرده است از یک شخصیتی که یعنی اون گاه گاه مذاق میکرده است، مسخره میکرده است، از روی یعنی لباس های فقیرانه اش، از روی لباس های کم بغلانه اش میفته این لباس های تو را ببین، این سر و دهنی تو را ببین. اگر اون شخصیت غیرت ایمانی می داشت و ناموس ملی یا ناموس ایمانی و اسلامی می داشت، این برادر مذاق و مسخره نمی کرد، بلکه او را در کنارش می گرید، می گفت برادر بزرگواری من، بیا همراهی من برویم، من برایت یک سر و دهن یک لباس خوبی بگیرم. چون که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. پیغمبر بزرگوار گفتن ایمان کامل نداره یک کدام از شمایان حتی اینکه دوست بداره برای برادرش آن چیزی را که دوست می‌داره برای خودش. یعنی وقتی که اگر وی برادر ایمانی بدانی، وقتی دلت به وی بسوزه، وقتی غم وی بخوری، باید تو غمخواری و مهربانی در این نیست که وی یعنی طعنه بزنی و یا مذاق و مسخره کنی، سر و دهن و لباسی تر ببین. باید وی دستگیری کنی و یک لباسی که خودت میپوشی زیبنده و زمانوی در بدن وی بپوشانی. بعد از آن این نشانه غمخواری میشه برادر بزرگواری من. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردن، متفق علیه است. حضرت می فرمایند که ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. برادر عزیزی که یعنی امروز به دارندگی مینازی، به سر و بدن و لباست مینازی، خوب این حدیث پیغمبر را اهمیت بده.
پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که الله رب العالمین نگاه نمیکنه به صورت شما، به صورت شما و به دارندگی شما خداوند نگاه نمیکنه که چی صورت داره، چی لباس در بدنت است، چی قدر دارنده هستی. خداوند اینا یعنی نگاه نمیکنه، به سوی این نظر نمیکنه، ولکن نظر میکنه به سوی دل شما و عملهای شما. آیا دل تو در دل تو محبت خدا هست، مهر خدا هست، آیا اطاعت خدا هست یا نه پروردگار، و به سوی عملهای شما نگاه میکنه. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار، مولانا یک جمله داره میگه تو بیرون را بینگری و قال را، ما درون را بینگریم و حال را. تو فقط انسان بیرونش میبینی که چی سر صورت داره، چی لباس داره، اما الله رب العالمین میگه ما درون شما را نگاه میکنیم، دل شما را نظر میکنیم و حالت شما را نظر میکنیم که در کدام حالت هستی. و این برادری که امروز یعنی از حالت ناداریش، یعنی از حالت کمبغلیش، یعنی خجالتمند غمگین است، یک بشارتی را برادر عزیز بزرگوار برای تو از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میخوانم که این حدیث ترمذی است و حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردند که يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام. تن در روز قیامت کمبغل هایی که در حالت کمبغلی، در حالت فقیری و ناداری راضی بودند، یعنی حیات عاجزانه کمبغلانه گذرانیدن، در روز قیامت 500 سال پیش از دارنده ها داخل جنت می شوند. ببین برادر عزیز، این بشارت برای تو است. البته دارنده هایی که دارندگی در راه خدا صرف کنن و زکات ادا کنن، فقیرها و مسکینها را دستگیری کنن، اونها هم درجه دارن. اما پیغمبر بزرگوار در این روایت گفتن که انسانهای یعنی شخصیتهای کمبغل قناعتمند 500 سال پیش از چنین یعنی دارنده های ناجوان مرد داخل جنت می شوند. این بشارت هم برای تو است برادر عزیز. غمگین نباش، اگرچه امروز نادار باشی، ان شاء الله رب العالمین در آخرت شاه هستی. در آخرت جنت و همه لباس ها و قیمتی های جنت از خود میکنی. غمگین نشه برادر عزیز. هر انسانی که در دنیا زیاد رنج و مشقت دید، از رنج و مشقت آخرت ان شاء الله نجات مییابه، آزاد میشود. السلام علیکم دامولای محترم. بهترین نام های اسلامی کدامند؟ به نزدیکی پسردار میشوم ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمین خدا پسردارتون کنه برادر عزیز. بهترین نام های اسلامی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برای ما توصیه کردند که این حدیث ابو داود روایت کرده است. حضرت گفتند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما توصیه کردند که سموا باسماء الانبیاء و احب الاسماء الی الله عبدالله و عبدالرحمن و اصدقها حارس و همام و اقبحها حرب و مرتون. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که نامگذاری کنه برای فرزندات و نامهای پیغمبرها را، یعنی نامهای پیغمبر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یعنی نامهایی که از پیغمبرهای بزرگوار، نام جناب پیغمبر محمد، احمد، محمود، چنین نامها را پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن نامگذاری کنه. و دوست داشته ترین نام ها در نزد خداوند عبدالله و عبدالرحمن است، پیغمبر بزرگوار گفتن. و صادق ترین نام ها حارس و همام است و بدترین نام ها حرب و مره است. حربش یعنی به زبان تاجیکی بگیم جنگی می شود و مرش تلخک. یعنی این دو نام پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که بدترین نام ها است. کدام نامی که خودت اختیار میکنی همراه کهلان محترمه البته را انتخاب کنه، نام های پیغمبرها را. بهتر می شود که اگر نام محمد در نزدیک ها تو نداشته باشه، نام جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد تنها نه، محمد جان نام گذاره، ان شاء الله بهترین می شود. در روایت دیگر که این حدیث مسلم است که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که ان احب الاسماء الی الله عبدالله و عبدالرحمن. دوست داشترین نام ها در نزد خداوند عبدالله و عبدالرحمن است. خب برادر دیگر سوال کرده است که من بسیاری وقتها غضبناک می شوم و خود را به دست گرفته نمی توانم. آیا این گناه است؟
البته برادر عزیز بزرگوار، انسان وقتی که غضبناک شود و خود را به دست گرفته نتواند، سخنهای قبیح گوید، دشنام کنه، شخصیتی را آزار دهه، البته این عملها، این گفتارها گناه هستند. اما پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برای ما یعنی توصیه دادن، برای ما نصیحت کردن که انسان وقتی غضبش آمد باید که چی کار کند. در روایتی که این حدیث حضرت امام احمد و ابو داود روایت کردن، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم از حضرت سعد، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میفرمایند که ان الغضب من الشیطان و ان الشیطان خلق من نار و انما تطفأ النار بالماء فاذا غضبت احدكم فلیتوضأ. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند غضب از جانب شیطان است. وقتی که انسان در غضب می آمده است، شیطان در درون دل وی وسواس میکرده است، چقدر یعنی خون او انسان تیز یعنی در حرکت می در آورده است، او را حرارت بلند میکرده است. جناب پیغمبر غضبناکی از حساب شیطان است. گفتند شیطان خداوند از آتش خلق کرده است. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند و آتش با آب خاموش می شود، یعنی آتش وقتی آب در بالاش ریختی خاموش می شود. جناب پیغمبر گفتند بس هر وقتا یک کدام از شما غضبناک شید، در حال طهارت کنه، در حال طهارت کنه. طهارت یعنی غضب وی پست میکنه، غضب وی طهارت کردن سست میکنه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس و اذا ذهب عنه الغضب و الا فلیستجع. وقتی یک کدام از شما غضبناک شده، یعنی غضبگین شده شما، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حال در جای خود بشینه. البته انسان وقتی که غضبناک شد در جا ایستاده نمیتونه، بعد از اون یا یگان جو شتم میزنه یا اینکه رفته و آمدن میگیره یا اینکه دیگه اعضاهاش یعنی بی خود میشود. جناب پیغمبر گفتند که در این حالت ممکنه که انسان سکته دل شود، ممکن که فشارش بلند شود، یعنی دولین ویزنه، دیرش از کار بمانه. به همین خاطر جناب پیغمبر گفتند وقتی شما غضبناک شده در حال در جای خود بشینه. اگر در حالت نشستن غضب شما آرام نگرفت، شما یعنی دراز کشه، مثل خواب رفتن خواب کنه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند این توصیه را برای ما کردن. شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدند که این حدیث بخاری هست، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده که ان رجلا قال للنبی صلی الله علیه و سلم اوصینی. شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند یا رسول الله من نصیحت کن، برای من نصیحت کن. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تغضب. جناب پیغمبر گفتند که غضب نکو. خب فردت مرارا قال لا تغضب. چند بار میگه این جمله را جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای من تکرار کرد، چند بار به سوی من تکرار کرد که یعنی غضب نکن، غضب نکن، غضب نکن. یعنی توصیه جناب پیغمبر، وصیتش برای من این بار. و این چنین از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردن که حدیث متفق علیه است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لیس الشدید بسرعت انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. گفتند پهلوانی این در برداشتن یک حریف و یعنی در زمین به پشت زدن حریف نیست. یعنی پهلوان او شخصیتی نیست که حریف خود می برداره و در زمین میزنه. جناب پیغمبر گفتند پهلوانی حقیقی شخصیتی است که در حالت غضبناکیش خودش به دست میگیره. در حالتی که غضب به بالای اون آمد، یعنی نفسی خودش، خواهشی خودش در زمین میزنه، یعنی پایمال میکنه، نمیگذاره که معصیت و گناه کنه. یعنی پهلوانی واقعی شخصیتی است که در حالت غضب پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند خودشون به دست میگیرن. خب برادری دیگر سوال کرده است که السلام علیکم دوملای محترم، درباره شخصیت هایی که امروز مردم مهاجر را یاردم میکنند در کرانتین یک چیزی میگفتید. البته این حق ایمانداری هست که شخصیت مؤمن و مسلمان باید در غم و شادی برادرش یعنی شریک باشه. در حالتی میبینه که یک برادرش به زانو زده است، البته باید که دستگیری کنه، هر چیزی که از دستش می آید این حق ایمانداری است. و چنین شخصیت هایی که یعنی امروز
همچون حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بر این یعنی همت و غیرت بلند میکنن و شخصیت های محتاج دستگیری میکنن، ان شاء الله رب العالمین اینها اجر ثواب زیاد میگیرند. در روایت میگذرد که در دور یعنی خلافت حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه قحطی آمد، به حالت رسید که مردم دیگه خوراکه یک روزه نداشتن. حضرت همون شب و روز میگه حضرت عثمان 70 اشتر یعنی از مویز تا خرما تا گندم به مدینه را بارهاش آمدن. حضرت عثمان خودش مردی سوداگر بودن. بعد از اون انسانهای یعنی سوداگر و تجارتکار آمدن، چقدر قیمت کردن بارهای حضرت عثمان، گفتن به دیگر کس نفروش، ما میخریم و نرخ قیمت میفروشیم. حضرت عثمان راضی نشدن. قصه کوتاه یعنی تمام اون دارندگی یعنی انسانهای مسکین و کمبغل و انسانهای محتاج اهل مدینه صدقه کردن. البته اینها از جمله هم عثمان ها میگردن، ان شاء الله دنیا و آخرتشون آباد میکنن. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در حدیثی که این حدیث از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده است، در صحیح مسلم است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که من نفس عن مؤمن کربة من کرب دنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. هر شخصیتی که گره مشکلی یک برادرش کشاده بگرداند در دنیا، خداوند گره مشکلی های ای را در روز قیامت کشاده میگرداند. یعنی امروز میبینی یک برادر در حالت مشکلی هست، از مشکلی او را خلاص میکنی، خداوند گره مشکلی های را در روز قیامت کشاده میگرداند. و در دوام حدیث فرمودند و من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا و الاخره. هر انسانی که یعنی آسانی و سبکی میاره با بالای شخصیتی را که در بالاش یعنی وزوینی آمده است، خداوند تمام وزوینی های روز قیامت برای انسان آسان میگردانه. و من ستر مسلما ستر الله فی الدنیا و الاخره. هر انسانی که عیب و کمبودی یک برادر مسلمان شده دنیا ستر میکنه، میپوشانه، آشکار نمیکنه، خداوند عیب و کمبودی ای را در روز قیامت یعنی ستر میکنه. و در آخر حدیث پیغمبر بزرگوار گفتن و الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. گفتن الله رب العالمین در یعنی مدد و یاردم و دستگیری هم شخصیتی است که او در یاردم و دستگیری برادر مؤمنش است. ان شاء الله این برادرهایی که امروز کمر همت بستن، غیرت بلند کردن و انسانهای محتاج دستگیری میکنن، ان شاء الله رب العالمین الله اونها را مدد میکنه، برکت در حیاتشون میاره، برکت در مالشون میاره. و یک چیز دیگر هم جای گفتار است بگویم که بعض شخصیت های یعنی بی ایمان هم گویم غلط نمیکنیم، خطا نمیکنیم، بعض شخصیت های حرامخوری بودن که به نام مهاجرها گفته یعنی در این شبکه های اجتماعی سعی توی کردن و از مردم یعنی سوم جمع میکردن. شخصیت این سخن برای من رسانید. از خدا خیلی بترسید برادر عزیز، والله قسم این کارتون برای شما حرام است. دست حالتی که این برادرها در دشواری و مشکلی قرار دارن، بجای که شما اونها را دستگیری کنه، این خیلی مرگ به حال چنین شخصیتی که از این فرصت ها استفاده برده و پول حرام برای خود جمع میکنن. متاسفانه امروز یک شب و روزش دست جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت گفتن که زمان میاد به بالای امت من که انسان ها پروا ندارن دیگر که مال اونها از کجا میآید، از راه حلال میآید یا از راه حرام. امروز متاسفانه چنین شده است. اکثر مردم اهمیت نمیدن که آیا درآمد اونها، مال اونها، دارندگی اونها از راه حلال است یا از راه حرام. به این خاطر از چنین کار برادر عزیز بزرگوار دستکشی کنه، احتیاط کنه که خیلی گناه بزرگ است. خب برادر عزیز دیگر سوال کرده است که درباره دروغ گفتن یک چیزی میگفتید، امروزها دروغ گفتن در جامعه زیاد شده است. بله برادر عزیز بزرگوار، امروز دروغ گفتن خیلی در جامعه زیاد است. از صنف بالا اگر نگاه کنیم، اهل علم ها تا سردارها تا عامه تا دارنده ها و انسان های کلانزاده یعنی کلمه های دروغ گفتن، یعنی کلمه های کذب و دروغ استفاده میبرند. دروغ گفتن در شریعت اسلام حکمش حرام است. دروغ از جمله گناه های کبیره است که پیغمبر بزرگوار در روایتی که این حدیث امام بخاری روایت کرده است از حضرت ابوبکر، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که الا انبئکم باکبر الکبائر. گفتن آیا من شما را آگاه نکنم، خبردار نکنم به گناهی که از همه گناههای کلان است.
به بزرگترین کلانترین گناه ها من شما را آگاه و خبردار نکنم؟ قلنا بلا یا رسول الله. میگه گفتیم اهل اصحاب که بله یا رسول الله، ما را خبر که از همه گناه بزرگ چی هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که الاشراک بالله، گفتن از همه گناه بزرگ به خدا شریک آوردن است. یعنی در برابر خداوند یک چیزی را، یک بت را، یک انسان را، یک حیوان را یک چیز همچون خدا قرار دادن، نعوذ بالله. و دیگرش والعقوق الوالدین، دیگر گناه کبیره، گناه بزرگ، این عاق پدر و مادر از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن. و کان متکئا، میگه وقتی این جمله ها را میگفتن جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکیه زده بودن، یعنی به بار پهلو غلیده بودن، این جمله ها را میگفتن. فجلس فقال، میگه بعد از اون جناب پیغمبر از تکیه زده خیستن، نشستن و میگفتن که و قول الزور و شهادت الزور الا و قول الزور و شهادت الزور فما زال یقولها حتی قلت لا تسکتوا. میگه جناب پیغمبر از جا خیستن، دو زانو نشستن، این جمله ها را تکرار میکردن که با از همه گناهی بزرگترین سخن دروغ و شهادتی، یعنی گواهی دروغ دادن است. سخن دروغ و گواهی دروغ دادن است. میگه این جمله ها را جناب پیغمبر تکرار میکردن. من فکر میکردم که دیگه جناب پیغمبر خاموش نمیشن، یعنی بس نمیکنن گفتن این کلمه ها را. یعنی ببینه که گفتار دروغ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در برابر دو گناه کبیره، گناه بزرگ، یکی شرک به خدا، دویمش عاق پدر و مادر، یعنی در برابر این کلمه دروغ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم مثال آوردن. و دروغ گفتن این خودش یک نشانه منافقی است، یکی از خصلت‌های منافقی که این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردن از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که آیت المنافق ثلاث، گفتن منافق سه نشانه داره. اذا حدث کذب، گفتن وقتی که گپ زد دروغ میگوید. و اذا وعد اخلف، وقتی وعده کرد وعده را خلاف میکند. و اذا اؤتمن خان، وقتی امانت گرفت امانت خیانت میکنه. یعنی که انسانی که این یعنی نشانه و فعل دروغگویی داشته باشه، فهمیده میشه که او شخصیت یک خصلت، یک نشانه از منافقی داره. خیلی این گناه بزرگ است برادر عزیز بزرگوار. حتی در حدیثی که روزهای گذشته هم گفتیم که این ضرر برای انسان روزدار داره، پیغمبر بزرگوار گفتن من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة بان یدع طعامه و شرابه. گفتن هر شخصیتی که گفتار دروغ و عمل دروغ را ترک نکند، خداوند به او یگان حاجت نداره که او شخصیت خچ از خوردن و نوشیدن معا بداره. یعنی روزداری که دروغ گفتن ترک نکرد، بس نکرد، یعنی روزه او در درگاه خداوند یگان ارزش و ثوابی نداره. به همین خاطر برادر عزیز بزرگوار، دروغ گفتن خیلی گناه بزرگ است. از این گناه حرکت کنه و خودداری کنه. خب برادر دیگر سوال داده است که انسانی که نماز میخواند و روزه نمیگیرد، یا روزه میگیرد و تراویح نمیخواند، ثواب میگیرد یا نمیگیرد؟ یک چیزی میگویید. اکنون برادران عزیز بزرگوار، انسانی که نماز میخونه و روزه نمیگیره، یا اینکه انسانی که روزه میگیره و تراویح نمیخونه، یا اینکه انسانی که روزه نمیگیره و تراویح میخونه، این عملها در اون عمل نیک خوبش ثواب میگیره البته، اما در عملی بدش گناه میگیره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. هر انسانی که به اندازه یک ذره گفته گردی آفتاب میگن، بعضی مفسرها گفتن مورچه میده که دیدش نمیشود. هر انسانی که به اندازه یک ذره کاری خوب کرد، در روز قیامت فایده و یا میبینه ثوابش میگیره. اما هر انسانی که به اندازه یک ذره کاری بد و گناه کرد، در روز قیامت جزای او را میبینه، عذابش میکشه. البته در برابر نمازخوانیش ثواب میگیره، در برابر روزه خوریش گناه میگیره. ثواب روزه را روزهای گذشته گفتیم که اگر انسان یک روز رمضان خورد، باقی مانده عمرش اگر ثواب بگیره، روزه بگیره، ثواب یک روز رمضان نمیابه. یعنی چنین ثوابی بود، از این ثواب خودش محروم کرده است. اما انسانی که نماز خواند و روزه گرفت و تراویح نخواند، از ثواب قیام لیل که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن کسی شب زنده داری کنه، شبهای رمضان خداوند گناهاش میبخشه، مغفرت میکنه، از اون ثواب خودش محروم کرده است. از شفاعت پیغمبر خودش محروم کرده است. از شفاعت رمضان و از شفاعت قرآن خودش محروم کرده است. به همین خاطر در برابر نیکی و خوبیش انسان ثواب میگیره، در برابر یعنی
گناه و بدیش گناه میگرده قیامت. خب برادری دیگر سوال کرده است که انسانی که علم دارد اما علمش را در مردم نمیرساند، آیا در نزد خداوند جواب میگوید این شخص؟ بله برادر عزیز بزرگوار، انسانی که علم داره، البته حالتی ویش فهمیدن در که به کدوم یعنی خاطر علم شده خلق خدا نمیرسونه. انسانی که علم داره و مردم از او چیزی بپرسن و جواب نگوید، یا اینکه مردم از او خواهند که علم حاصل کنند، این شخصیت علم شده به خلق خدا نرسانه، البته این شخصیت گناهگار میشه. خداوند در قرآن میفرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله رب العالمین میگه من به سوی شما امر میکنم که امانت به صاحب هاشون برسانه. علم الهی در اهل علم ها، در عالم ها، این امانت پروردگار است و این اهل علم وظیفش است که یعنی که این امانت پروردگار به خلق خدا، به بنده های خدا برسانه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در روایت فرمودند که این حدیث ابو داود و ترمذی روایت کردن از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من سئل عن علم فکتمه الجمه الله بلجام من النار یوم القیامه. گفتن هر شخصیتی را که از چیزی پرسیده شود، یعنی از یک عالم یک مسئلهش میپرسن، او شخصیت کتمان علم میکنه، یعنی علم میپوشونه، جواب نمیگوید، علم شده خلق خدا نمیرسانه، این شخصیت در روز قیامت خداوند از آتش دوزخ یک لجام در دهانش میزده است و این شخصیت به سوی دوزخ میبرده است. یعنی عالمی که علم شده خلق خدا نرسانید. البته در قیامت چنین شخصیت ها جوابگر میشوند. خب برادر دیگر پرسیده است که در طهارت محض سر را فراموش کنی آیا نماز درست می شود؟ محض سر این یکی از جمله های فرض طهارت است برادر عزیز بزرگوار. در طهارت یعنی فرض ها بگیم 4 تا هستند. یکمش شستن رو، دست ها تا آرنج، محض کشیدن سر و شستن پاها تا بجیلک، همراهی بجیلک. آرنج ها هم شستن فرضه. خب مسح سر در مذهب ما، در مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه، از 4 حصه یک حصه محض کشیدنش فرض است، همه سر را محض کشیدن سنت است. در مذهب حضرت امام شافعی رحمت الله علیه مقدار 3 موی سر تر شود فرضش به جا می آید. در مذهب حضرت امام مالک رحمت الله علیه کل سر را یعنی محض کشیدن فرض است. البته وقت انسان محض سر فراموش کرد طهارتش درست نشده است، اگر نماز خوانده باشه نمازش هم درست نمیشه، چون که به ترک فرض عبادت یعنی کامل نمیشه، عبادت بود نمیشه. و انسانی که سر محض نکشیده باشه و یعنی چیکار کرد؟ سر محض نکشید و طهارت به همون طهارت نماز خوان، طهارتش درست نمیشه. چی؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه و سلم.